در اسلام مجبور ساختن عروس به خدمت والدین شوهر هیچ نوع پایه شرعی ندارد. مطابق قرآن کریم خدمت و نیکی والدین بالای فرزندان واجب است، یعنی بالای خود شوهر نه عروس. و اگر شوهر یا فامیل عروس خود مجبور به این کار میکنن شامل گناه میشن. سوال: پس راه حل اسلامی چیست؟ شوهر میتونه با محبت از خانم خود تقاضای کمک کنه و خانمش با رضایت خود داوطلبانه کار انجام بده، جمعی که احترام متقابل حفظ شود و چه بهتر که این خدمت عروس با قدردانی خانواده شوهر موجه باشه. و اگر خانم با نیت رضایت خداوند و خوشحالی شوهرش کار انجام میده، قطعاً و بدون شک پاداشش نزد خداوند است.